روزگاری که مادر از برای آگاهی من لب به سخن می گشود، عشق را در کلامش، نور را در دلش و پاکی را در نگاهش می فهمیدم. و آن زمان که از ایران می گفت، گونه هایش تر می شد و نگاهش خیره. و آنگاه که مرا درس خردورزی می داد، در گوشم گاتها را نجوا می کرد. حال که او به آسمان پر کشیده است و در افق ناپیدا، من آن سرودها را به یادش می خوانم تا پرواز را خود بیاموزم از روزگار. یه قربانم من گیره وحود ده حفرا مننگ ها اشیش چاو شیوتننا ویدوش مزداو اهورهیا یوت ایسای تباچا اوت خسای عیش الشهیا. در پرتو اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیشه سازند. ات تا وخشیا ایشنتو یا مزداتا یچید ویدوشه ستاو تا چاو اهورایی یسنیا چاو بنکهوش مننگ هو اومانز را اشاف یه چا یا روچه بیش در سطح بروازا. اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده بزرگ سپنتا مینو و انگره مینو سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی عشا گفتگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهره‌مند گردید. سراوتا گوشایش و هیشتا اوینتا سوچا مننگ ها آورنا ویچی تهیا نرم خواه خویای تنویه
ترا مزه یانکو احمای نه سزدیاوی بودن تو پیتی ای مردم، بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن آنها را بررسی نمایید. هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصاً برگزیند. پیش از فرارسیدن روز واپسین همه به پا خیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید. اچار توی و ام خویاما یوی ای فرشم کرنون اهو مزداوس چا اهو رانگ خو آمو یسرا برنا و شاچا ید حترا مناو ببد یترا چیستیش انگ حد میثا پروردگارا بشود که مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادانی پیش میبرند از بندگان وفادار تو باشی. ای خداوند جان و خرد و ای هستی بخش بزرگ، بشود که در پرتو راستی و پاکی از یاری تو برخوردار گردیم تا زمانی که ما دستخوش بدگمانی و دودلی هستیم اندیشه و قلب ما یک پارچه به تو توجه پیدا کند. اتوا منکی توبی مزدا یزین ستوی مننگ ها ونگ هوش پترین مننگ هو ید و کم چشمینی هن ربم پیدیم دامی مشهیا انگ هوش اهورم شیوت نشو ای خداوند جان و خرد، هنگامی که در اندیشه خود تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم، آنگاه با دیده دل دریافتم که تویی سرچشمه منش پاک، که تویی آفریننده راستی و داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری می‌کنی. یت نه مزدا پاوی گیتاوس چاو تشو ده ناوس چاو ثوا مننگ ها خرطوش چاو یت است بنتم
dadaushtanim yet xiao thanao chao sing hangs chao yet rao varening vasau dauyate. ای خداوند خرد، هنگامی که در روز نخست تن و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و برای انسان نیروی کار کردن، سخن گفتن و رهبری کردن به ارمغان آوردی، خواستی تا هر کسی به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. Ithau heithiau naro athau jenayo drujo hachau rauthemo ye mes peshuthau frauidi drujo au yese hoish pipau tanvo parau vayo beredubio dush khwarathen nausat khwaprem drikvo debio de ji arthei bio anaish au manahim ahum merengeduye. ای مردان و زنان، کوشش کنید به این حقایق توجه داشته باشید. از دروغ که همان زندگانی مادی و وسوسه انگیز است پرهیز کنید و از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید. پیوند خیش را با دروغ بگسلید و بدانید که آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیچارگی دیگران به دست آید جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد آورد و تبهکاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کردارانند به راستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند